مرکز مطبوعات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 13 مارس سال 2024 خبر داد که جسد یک دخترچه 9 ساله از شهر خوجند را که روز 7 فوریه بی نام و نشان شده بود بعد 5 هفته جستجو روز 12 مارس ساعت 15:15 در حدود شهر شیرین ولایت سیردریای ازبکستان پیدا کردند. شیرین در تقریبا 50 کیلومتری غرب شهر خوجند جایگیر شده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت از بس که جستجوی جسد دخترک در دریای سیر در حدود ولایت سوغد نتیجه نداد، این نهاد روز 29 فوریه برای کمک به وزارت ولایت‌های فوق‌العاده ازبکستان مراجعه کرد. از وزارت ولایت‌های فوق‌العاده ازبکستان نامه رسمی رسید که از 2 تا 12 مارس گروه نجات بخشان ریاست ولایت‌های فوق‌العاده ولایت سیردریا در همکاری با دیگر نهادهای قدرتی جمهوری ازبکستان چاره‌بینی‌های جستجو را برای مانده سایل‌ها را در حدود دهه نزدیک به شهر شیرین ولایت سیردریا را جستند. در نتیجه کارهای انجام یافته روز 12 مارس سال 2024 ساعت 15:15 جسد دختر را در ساحل راست کانال میرزاچال جنوبی در حدود شهر شیرین ولایت سیردریا پیدا کردند. وزارت ولایت‌های فوق‌العاده ازبکستان روز 13 مارس خبر داد که در حال حاضر جسد دخترک در مرگ بیمارستان نویه بایاووت ولایت سیردریا قرار دارد و به زودی به خویشاوندانش داده می شود. قبلا نمایندگان نهادهای فوق‌العاده ولایت سوغد و نزدیکان صفیه خان درباره یافت شدن جسد او در قلمرو ازبکستان خبر داده بودند. از جمله میرزا رحیم عبداللهیف رهبر شعبه ولایت‌های فوق‌العاده شهر خوجند که نجات دهندگان همین شعبه اساساً به جستجوی صفیه خان سفربر شده بودند گفت حال جسد دخترک در یکی از سردخانه‌های ازبکستان است و به زودی به پیوندانش داده می شود. میسره رحمتووا بیبی صفیه خان گفت به آنها خبر رسید که جسد را یافتند ولی هنوز شناسایی نشده است و الحال تنها از روی لباسش تخمین میزنند که صفیه خان است. از لباسش شناختند او در پنجره آبنبار درمانده بوده است. پدرش و دیگر خویشاوندان برای گرفتن جسد به ازبکستان رفتند. باید حجت‌ها را آماده کرده به تاجیکستان بیارند گفته است رحمتووا. روز 13 مارس در کمیته ولایت‌های فوق‌العاده خبر دادند که پدر صفیه خان جسد دخترش را الکی شناسایی کرده است. صفیه خان رحمتووا خواننده صنف 3 گیمنازیای رقم 1 شهر خوجند 7 فوریه سال 2024 بیدرک شد. بار آخر او هنگام سیر و گشت در ساحل دریای سیر در نزد باغ به نام کمال خوجندی به دوربین ویدیو کامراهای نظارتی افتاده است. خانه آنها در نزدیکی باغ و ساحل دریا جایگیر شده است. در ثبت‌ها دیده میشد که صفیه خان در نزد باغ سیر و گشت میکند و سپس به ساحل دریا میفراید.